اشتباه اول این آقا دنبال تایید گرفتن از دختره است. این دختره برداشته الکلو میزنه به دستش، اینم برداشته الکلو سری میزنه به دست. دنبال ثابت کردن. اصلا خوب نیست. حالا ببین چند بار این کار رو انجام میده. موافقت میکنه با دختر. شما صبحونه‌ای نیستین نه؟ من که نباشم صبحونه‌ای هستم، ولی بخاطر اینکه شرایط دانشجویی شرایط خاص خودش رو داره، من تو خونه کار می‌کنم. فکر کن ساعت خواب بیدارم که اصلا معلوم نیست. صبحونه باید از این لحاظ میگم که سر فرصت باشه، دوره هم باشه. منم همینطور. اصلا تنهایی هیچ چیزی طعم واقعی خودش رو نداره. منم اینطوری فکر می‌کنم. ببین همش داره موافقت میکنه. بابا بس دیگه. شما یه بار صبحونه می‌خوری؟ نه، از این لحاظ میگم که چون من همش استرس دارم به کلاسام دیر برسم، واسه اینکه قندم نیفته یه شیر کاکائو و یه کیک کوچولو میگیرم که کارم حل بشه. منم شیر کاکائو تو دوست داری؟ منم شیر کاکائو دوست دارم. تو دوست داری که از این سقف 4 طبقه خودتو بندازی پایین؟ منم دوست دارم. منم علاقه دارم. بابا جمع کن تو رو قرآن. هر چی دختره میگه موافقت. یعنی تو هیچ سلیقه‌ای، هیچ نظری، هیچ چیزی از خودت نداری واقعا؟ بابا خیلی بده دوستان. منم چون فقط به من اعتماد دارم، پرسشونو فقط به من میدم. بهترین لورکن منطقه‌ام دیگه. من برای اینکه صبح قند خونم پایین نیفته، من یه شیر کاکائو و یه کیک می‌خورم. اما میگم شما شیر کاکائو به معدت نمیسازه، معدت رو حسابی میریزه به هم. و بدتر از اون این که اصلا لو رفت که این اصلا واقعا شیر کاکائو به معده‌اش نمیسازه. یعنی ببین تا چه حد میره که اصلا چیزی هم که برات بده دوست نداری و عکس میگی نه من موافقم با تو، منم دوست دارم. من میگم آقا یه چیزی و حتی وجه مشترک با دختر داری بگو من ندارم. خب مثلا میگه من موسیقی شاد دوست دارم، تو هم شاید دوست داشته باشی یا این موسیقی رو، ولی عکس بگو نه. هر چی ساز مخالف بزنید به نفعتونه. معلوم میشه که نظر داری از خودت، حرفی داری برای گفتن، قاطعی، نه اینکه شلوول بادی به هر جهت.